دورای کودکی را به یاد آوردیم و ای اندک‌ها رو حوله ای انا تا سنگا رو ببینید ای انا صلح وحدت صلح آنش دوستی. امروز تصمیم گرفتیم که طرف لیوکن بریم. لیوکن سربند یعنی کلین‌آباد یک جا هست با نام قشلاق زغیرتی. قشلاق زغیرتی قریب 40% خیش تبور مونای جهنم مونای یا اپان در همجا جهنم خیلی همه خیش تبور همون زغیرتی در هستم. اونجا در گودک بودم پیاز میچیندیم کی را رستمی سربندی را می اومدیم در سربند میدیدیم با کی بود خورشید شکیر هم می اومدیم طوری موستا و بالا می رفتیم طرفی همون حالی نصیب باشه برام بنوار میگیرم میمونم استوره را ببینین همه خیلی پیاز میشد که کیف میکرد کوز نمیدونم پیاز میکنن نمیکنن با وزیرو داچو شده دیگه هم وقتش هم داچو میگفتن همون داچو دا یکمین بار ویلی گایکنی را همونجا دید گرفته بودیم. خلاصه همونجا دا 20 میگشتیم جای خاطرمون مای امروز خونه یک اپم رفتیم اونجا مهمونی دعوت میکردیم رفتیم خدا نصیب رفتیم جای خوب بنوار میگیریم پیشکشتان میکنیم جای خوشو داره کوههای خوشو داره تماشا کنید حالا ببریم میریم. این استقلالیت مبارک همه جا پرچم اون زدگی پرچم ایننگ و نام ما پاره جسم جانی ما اینو ما در روزه میبراییم. این برنامه مخصوص برای استقلالیت بچه ها استقلالیت مبارک شود. این در روزه میریم طرفی لیوکن اینه باختر دم در اومدیم بچه ها باختر دم ایده رفته استیمک خانشو بزنه مردک مهنتی بده خنداشو بزنه بور کده ای انا صلح وحدت صلح آنش دوستی یک دیلی اتفاق. من که برادرها آمدیم اینجا را خیلی همتون میدونیم که دیگه اینجا را این یک سون حاضی هر که جایی که هم پرچم هم میبینیم حلاوت میبرم. تشکر میگم همه آدمایی که وطن آباد میکنن. تشکر میگیم همه آدمایی که در فکر وطنن. برای شهر باختر تشکر. این آبادی ها رو بینید هر روزه آبادی هر روزه پیشروی. اینجا بازار حاجی شریف بچه ها بازار حاجی شریف ببینید بازار حاجی شریف من اینجا خالصوای جای شروع همه جای زورش اینه انا دوستای عزیز اینجا را پتیتسا فابریکا میگن سربند پتیتسا فابریکا. ای انا اینجا باش مده مخبولای در نمی که ها ای که های خوشوه اینجا دیده کم میریم زغیرتی اینجا رای آهن های توسانگو اینجا شیعه بار بینید توسانگو رو بینید مولا نگاه کنید چه خیلی خوبه مولا این مولا
حالا یادی اینجا رای آهن این طرف دریا انا جای تاریخی شنه میجه نگاه که سنگو رو بینید تو سنگو رو دیسین تو سنگو رو عجیب تو سنگو های ای اون نکو رو بید حوله کلو اینجا دچه ها میگفتن اینا همون دچه ها نمیان اینجا هم که چناروی بلند خشروی بود که چناروی چوتا خشرو نمیزی اینجا جای خوبی ما بود این همی درنده ما خواه میرفتیم اینجا دا تماشا میکردیم اینجا جای ویلیگای کریم ما بودم بالا سر میدادیم ویلیگ خودش تا پایان نمی اومد این اکی اینجا رو من یک نشان بودم اینه اینجا دا میگشتیم بازی کردم طرف پایان دریا طرف هم دریا هایی تا سنگا رو بینید این راه ای خیل بود با راه مایده ای تکنه راه نباشه هم ایسی بود و راه ایسی کنه نیو همش پیستا هم بچه ها پیستا نیو پیستا خدا خیلی حرکت کرده رفتن میگیریم اینجا جایی که ما بازی میکردیم تا اویستان و وقتی اودیخی سه ماه اودیخده میبودیم پیاز میچیندیم و بازی کرده میگشتیم اینجا جلگین گاز شونه سرخه گل شد ببینین سرخ باز به من نشان بتون گلش سرخه نگاه این قشلاق تویاتاش نام داره یعنی که شترسنگ تویاتاش اینه که جایی میدنی با آنا تو سنگا رو ببینی مردم بی همه اینجا زورای نگاه اینجا می آمدیم سر مانا داید من سا که تیو میکنیم تی شهره میگفتیم تی شهره میکنیم سر مانا مردم خرا از باقتی رفته استیدیو پیش من برو مدن دیگه یا طرف نمیستن خوش یه خوشه اینا آمدیم گیسی سانتودا دو اینا ماست پاییز این ماست همون ماست هایی که فقط پاییز میگذاره فقط ماست پاییز اینا آب پایان میری گیسی سربند های پایان اینجا که جیتی میگن که جیتی من اینجا برسقه اینی بالا این بالا برسق راست اگر بری بالا مامی شیر بیبی میشه بعد همین آب سانتودا میروه ای سانتودا دو سانتودا یک ای سانتودا یک بایغازی ای بایغازی راست نورک آخه راست همین لولبی دایره ای نورک اگر بیایی سانتودا میای بایغازی میای سانتودا یک سانتودا دو
این از غیرتی میری بگذاری تا میری توی توش راست پایون کلیان بود یعنی که سربان لیوکان میری ای انم پایون خیلی خلاصه گپ این آمدیم یک وطن باباگی را یک نفسی تازه کشیدیم با اینا دوره کودکی را قبایات آوردیم و خداوند نگهبانتان در کجای باشد نباشد سر بلند و خاناباد باشید مردم سربلند تاجیک